مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام، بنده امین فردین. خوشحالم که با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز میخوام بیانیه محمد علی زم، پدر روح الله زم، مدیر آمد نیوز رو برای شما منتشر کنیم. میدونید که روح الله زم تقریبا 12-13 روزی هستش که بازداشت شده و جالبه که بعد از 12-13 روز بالاخره پدر روح الله زم نسبت به بازداشت فرزندش واکنش نشون داد. اما قبل از اینکه من این بیانیه رو برای شما بخونم و بگم که بیانیه چی هستش، یک رزومه از پدر روح الله زم برای شما منتشر میکنیم. ببینید که اصلا این پدرش که تو این 30-40 سال گذشته که از عمر جمهوری اسلامی میگذره چه سمتایی داشته و تا حالا براتون سوال شده که مگر میشه که مثلا روح الله زم اون ور آب تلاش بکنه که این ور آب باباش از کار بیکار بشه و یه کاری بکنه که آخوندا برن دیگه، و بابای خودش هم چون آخوند بوده، یعنی اگر بخواد تلاش بکنه برای براندازی اول بابای خودش از کار بیکار میشه و فکر نمی‌کنم که هیچ کسی تو این دنیا بخواد ضد خانواده خودش و ضد بابای خودش و ضد اطرافیان خودش عمل بکنه و بخواد بابای خودش از نون خوردن بندازه. به حال این یه سوال دیگه مطرح هستش. اما ببینیم که این آقای محمد علی زم کی هستش. بیانیه‌اش رو برای شما منتشر می‌کنیم و حاشیه‌ای که تو این چند روز گذشته رقم خورده بعد از بازداشت روح الله زم. اما محمد علی زم همونجوری هم که روی تصویر چهرهشون رو میبینید، متولد 2 آبان 1334 در تهران هستش. تهیه کننده، سینماگر و پژوهشگر هم هستن. با توجه به اینکه آخوندم هستن جالبه دیگه. محمد علی زم میدونید که در رزومه خودش معاونت فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران رو داشته. از طرفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی ویدیو رسانه و صاحب یک مؤسسه سینمایی بوده و سالها ریاست حوزه هنری رو بر عهده داشته. و نکته جالب‌تر این هستش که در 5مین دوره مجلس شورای اسلامی ایران که سال 1396 هم برگزار شد، پدرش یعنی محمد علی زم که پدر روح الله زم میشه هم کاندید شده بود و رأی هم نیاورد. حالا سمت‌های دیگه هم داشته محمد علی زم، مثل رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بوده و توی بانک شهر هم یه دستی داشته. اما بریم بیانیه پدر روح الله زم در خصوص بازداشت روح الله زم رو ببینیم چی هستش. بیایم مثل توضیحات هم راجع به ارتباط روح الله زم با باباش هم به شما میگم. بله، بیانیه محمد علی زم پدر روح الله زم رو روی تصویر میبینید که با یک آیه قرآن شروع کرده و گفته که ملت بزرگ و آزاد و همیشه سرفراز ایران، فارغ از آن که خداوند منان و حنان سرنوشت آینده مکتوب روح الله زم رو چه نوشته و چه روزی رو براش مقدر کرده باشد، ما اعضای خانواده رهاسازی او رو از سیاهچاله دروغ و خیانت و انحراف و فریب ضد انقلاب و دشمنان اسلام و ایران ارج نهاده و اون رو نشانه مهر و رحمت دیگری از سوی حضرت رب العالمین به روح الله خود می‌دانیم. و ادامه داده که به بهانه زیارت روح الله زم رو به ایران عزیز اووردن که برگ دیگری از برکت خداوندی در حق او خیش پنداشته و آن را نشانی از صفای باقی مانده، طینت پاک و فطرت پاک روح الله زم منتسب کرده و گفته که خط سوم این قضیه هم از سپاه تشکر کرده و گفته که به پاس شکرانه آن انشالله چهره همه منافقان و منحرفان و نفوذیان و نمک نشناس‌ها و تنیده در پیکر نظام مقدسی که اسباب فریب فرزندان ساده دل و سهل‌انگاری چون فرزند ما و تعریف حقایق و انکار خدمات جمهوری اسلامی را فراهم ساخته آشکار خواهد شد. در ادامه بیانیه محمد علی زم اومده که برخلاف ادعای قصه پردازان دروغگو، هیچ یک از اعضای خانواده در تمهید شرایط و مقدمات سفر و دستگیری روح الله مشارکت نداشته، اما همه ما خاضعانه بر خود لازم می‌داریم که نسبت به التاف راهبردهای رهبر همیشه بزرگوار فرزانه خود و عزیزان زحمتکش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متشکر باشیم و از حضرت ایشان و سپاه محترم و همه اشخاص گرامی حقیقی و حقوقی که در 1-2 سال اخیر ناجوان مردانه مورد اتهام و آزار کانال‌های بی حساب و کتاب و مفتضح و بی اخلاق آمد نیوز قرار گرفتن، به سهم خود عذرخواهی نمود و از همه بزرگواران برای روح الله زم طلب بخشش حلالیت کنیم. در پایان هم گفته که امیدواریم با گفتن حقایق تحول واقعی روحی و توبه روح الله زم رو همراه باشیم. بله، یادم این بیانیه رو میبینه، حالا شد دستم اینجوری میشه، یعنی بسوزه
پدر سیاست که من یک جمله دارم و قطعا خیلی از شما هم شنیدید که میگه سیاست پدر و مادر نداره، دقیقا همینه دیگه، یعنی پدر و مادر و فرزند و اینا نمیشناسه. و البته خب همه میدونن که بازی پشت پرده بعد از بازداشت رولایزم چی بوده و اصلا اومده خارج از کشور یه اختلافی ایجاد کرد و برگشت تو ایران. اعترافش هم دیدید دیگه، قشنگ انگار مثلا چلو کباب و کوبیدش هم خورده و باد معده‌ش هم داده بیرون، خیلی ریلکس نشسته بود و اعتراف میکرد. اما آخه ما نفهمیدیم این پدر رولایزم با خودش چنده. از اون طرف نگران ریزش ممبرای کانال آمد نیوز بود که 24 داشت میکوبید برای این آخونده و اون سیستمی که خود اون آقای سمت داره. از این طرف که دم برای بچهای سپاه گرم. بریم این مکالمه تلفنی رولایزم با باباش رو بشنوید که باباش نگران ریزش مخاطبای کانال تلگرامی آمد نیوز. سلام علیکم. سلام، چاکریم. میام دیگه به زودی میام. هم میریم اون بالا ها. آخرش بزن ما همین پایین مالا به همه این تو همون چه بزن بالاخره یه بخشداری دهداری چیزی بشی. من نه، بخشدار دهدار مال رضا پهلویه. من بشم رئیس رسما. پس از اونجا خبر داری؟ من از همه جا خبر دارم بابا جان. کانال آمد نیست بچه حالا نمیبینمشون چه کانال چی داره؟ چرا خوبه همینجوری داره میزنه دیگه. گفتم دارم افت کرده 50-60 شد. یه 100,000 تایی دیگه. گفتم دارم افت کرده 50-60 شد. یه 100,000 تایی دیگه. گفتم دارم افت کرده 50-60 شد. یه 100,000 تایی دیگه. من واقعا اینا رو که میبینم یعنی میگم صد رحمت به آفتاب پرست، رنگ عوض میکنن. از اون طرف رولایزم هم خیلی جالبه دیگه. چند سال پیش با من یه مصاحبه کرده بود و نظرش راجع به پدرش پرسیده بودم، یه جواب جالب میده. این مصاحبه هم ببینید. خودتون با آخوندها چیه اون وقت شما اگر این رژیم بره؟ چه برخورد من خودم معتقدم که من علم به این دارم که 70-80% اعضای سپاه هم با مردم، اینا همشون آدم هم باید زندگیشون رو بکنن. چقدر مگه قرار خونریزی اول 57 پیش بیاد که پش برسیم به اینجا؟ اگه مردم این روش رو رد کردن چی؟ کدوم روش؟ همین که شورا تشکیل بشه همچنان لیدر بخوان. این هم میشه نظر سنجی کرد. آینه. بعد اگه این آخوندها رو نخوان چی؟ آخوندها خب الان هم نمیخوان. خب بعد واکنش شما و رفتارتون با پدرتون چیه؟ پدرتون کسی که تو 22 بهمن پدر من مگه ادعای حکومت داره یا ادعای مسئولیت داره؟ بدبخت پستی داشتون هم گذاشتنش کنار. ادعای نداره. بدون خون و خونریزی میشه کاری انجام داد دیگه، درسته؟ مثلا یه حتما بعد خون و خونریزی باشه. میدونی چرا؟ چون اینا ول نمی‌کنن برن. بدون خون و خونریزی میشه زمان شاه که خودش ول کرد رفت. با حداقل خونریزی رفت. الان میگه بعد حتما بزنیم کوکتل مولوتوف و اینا رو بیاریم بالا که بتونیم حرکتی بزنیم. با حداقل خونریزی نمیرن. مردم وقتی اینجوری میزنن آشالاش میکنن نمیتونه بشینه نگاه میکنه. تو این جمهوری اسلامی دو جور میره. یا مردم داخل مسلح بشن یا حمله خارجی. با این دوتا مدل میرن. از نام بابا استفاده نکردید دیگه؟ نه اصلا. من اصلا تو مغازه هم اینجا دیگه اصلا فراری بودم از هویت، استفاده از هویت پدرم. یعنی با پدرم مثلا دعوا داشتم، گفتم مثلا میرم فامیلیمو عوض میکنم اسم تو رو نباشه. اینجوری بودیم با هم. الان چی ارتباط دارید با هم دیگه؟ نه. آخرین بار که باشون صحبت کردید؟ فکر کنم عیدی بود فقط در زدیم تبریک گفت. چون مردم سری حاشیه ایجاد کردن سر قضیه 22 بهمن که پدرتون اومده بود بیرون تو خیابون، بعد میگفتن پدر چه نمیدونم یه صحبتیه ضرب المثلی هم به کار می‌بردن در خصوص شما، گفتن که این باباش 22 بهمن خودش این از آخر میخوره، اون از توبره میخوره فلان. یا چه چیزایی میگن دیگه. حالا من آخر کجا توبره کجاست. بله دیگه صحبت‌های رولایز هم جالب بود دیگه در این مصاحبه‌ای که یک سال پیش کردم و میتونید نسخه کامل این مصاحبه رو در کانال یوتیوب پشت پرده نگاه بکنید و موجود هستش. اما جلوتر یه صحبت دیگه رولایز هم میکنه و میگه که من سال 84 رئیس ستاد جنگ روانی ستاد آقای هاشمی رفسنجانی بودم. یه ادعایی که کرکوپر همه
ریخت. بریم اینا هم ببینیم و جوابیه یه سری از افراد رو از جمله آقای کرباسچی که من میگه که مثلا آدمو نمیشناسم. ببینید. 84 من یه پروژه داشتم توی دانشگاه که تو بحث شایعه ما داشتیم کار میکردیم. پروژه رو بردم دادم مهدی هاشمی، گفتم اینو بخون شاید مثلا از مثلا کارهای ستاد و اینا بتونی ازش شاید مثلا به دردت بخوره. خوند و اینا، بعد چقدر خوبه و فلان و اینا، اینو کجا دادی؟ گفتم دادم دانشگاه. گفت پاشو بیا اینو اینجا اجرا کن. گفتم کجا؟ بود ستاد بابا. من تو سال 84 رئیس ستاد جنگ روانی ستاد هاشمی، بدترین کارا رو علیه احمدی نژاد کردم. از اون طرف هم آقای کرباسچی که اون موقع هم سمت داشته در ستادهای رفسنجانی میاد میگه که مثلا آدمو ندیدم تا حالا هم نیومده و مشخص میشه که اینا یه مش لافزن و بلوفزن دور هم دیگه. یعنی یا رولا زم داره این وسط دروغ میگه یا آقای کرباسچی دیگه. یعنی من نمیدونم چی بگم دیگه. بگذاریم. به هر حال اینم اتفاقات جالب این روزهای بازداشت رولا زم در ایران بود. کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید. در روزهای آینده بازم فایل‌های صوتی محرمان از رولا زم داریم، استان محرمان از رولا زم داریم که حالا یه ذره براتون منتشر میکنیم و گفتم کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و دنبال بکنید و منتظر باشید. در روزهای آینده زیاد سند و مدرک داریم که براتون منتشر میکنیم. مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید.